عزیزان الان دیگه باید من و شما تا مدتی با کرونا زندگی کنیم. الان دیگه باید تا مدتی باید با کرونا باشیم، هستیم. شما تصور بکنین در ووهان چین در یک قریه یک نفر را ویروس کرونا میگیرد، بعد شهر ووهان را میگیرد، بعد چین را، بعد استرالیا را، بعد امریکا را، بعد هزاران کیلومتر را طی میکند و الان میاد کابل و الان من و شما میخواهیم که در خانه خود پت کنیم که ما را کرونا نگیرد و هزاران کیلومتر را طی کرده تا اینجا آمده است. چطور ممکن است؟ فقط دعا بکنیم که یا الله با فضل و کرمت ما را حفاظت کن. نمیگویم تدابیر وقایوی را نگیرین، نمیگویم که احتیاط نکنین، احتیاط باید بشود، اما دعا بکنیم که الله نجات بدهد، الله با فضل و کرمش من و شما را حفاظت بفرماید. بله عزیزان، صحبتم این بود است که الان من و شما باید تا مدتی با کرونا زندگی کنیم، اما یادتان باشد که این مریضی از جانب الله است. بناهن به مریضها دلداری بدهین، به کسانی که مریضن در خانه و یا شفاخانه دلداری بدهین، قلبهای شکسته اینها را به دست بیاورین، بروین به ملاقاتشان، به بازماندگان میت تسلی بدهین. متاسفانه کسی شکایت کرد که در بسیاری از جنازه ها بسیاری از مردم شرکت نمی کنن از ترس کرونا. و جالب این است، نمیدانم شما خبر شدین یا نشدین، همیایی که بسیار احتیاط کردن همواره کرونا گرفته است. قلبهای شکسته را به دست بیاورید، قلبهایی که شکسته اند از این که کسی از مریضی های آنها خبر نمیگیرد، قلبهایی که شکسته اند از کسی که در جنازه میت آنها کسی شرکت نکرده است، قلبهایی که شکسته اند و در بیرون شفاخانه ها از ولایت ها آمدند و ماها منتظرند مریضشان در داخل شفاخانه و الان آنها بیرون از شفاخانه منتظرند. سبحان الله، روزها گذشته است آنها غذای گرم نخوردند تا الان بیرون منتظر هستند در شفاخانه، قلبهایشان شکسته است. برو این قلبهای شکسته را دلداری بده، برو تسلی بده، برو یک چند چیز که امروز یاد گرفته اید اینها را برای اینها بگو. بله عزیزان، دریابید قلبهای شکسته را که الله از شما حفاظت بکند. و یادتان باشد هر قسمی که با دیگران رفتار کردید الله با شما رفتار می کند. چرا باید شما پرسان بکنید که فلانی چرا مرده است و صاحب میت کوشش میکند که بله توجیهات مختلف را بیاورد و دروغهایی را هم سر به سر بکند، والله مریضی قلبی داشته است، والله مریضی فشار داشته است. نام کرونا را کسی نمیگیرد از ترس اینکه کسی در جنازه‌اش نیاید. بس از این مصیبتی که به هم دیگه دست نمیدهیم، بس از این مصیبتی که با هم دیگر فاصله گرفته ایم، بس از این مصیبت که به دین و بازدید نمی رویم، دیگه از این بیشتر سبب نزول عذاب نشویم. قلبهای شکسته را به دست بیاوریم. چرا جنازه پیش روی ما افتاده است و ما پرسان میکنیم این به چه مریضی فوت کرده است؟ آیا کرونا داشته است؟ والله آنچه که با دیگران رفتار کرده اید الله با جنازه شما همچنان رفتار خواهد کرد. کرونا یعنی عیب، کرونا یعنی نجاست، کرونا یعنی پلیدی، نه خیر، کرونا یعنی نعمت از جانب رب العالمین است. هیچ کدام ما دخیل نیستیم، هیچ کدام ما دخالت نداریم در آمدن کرونا، از جانب رب العالمین است. و رضینا بالله ربا، ما راضی استیم آنچه که الله برای ما مقدر کرده باشد. همه من و شما راضیم، لذا کرونا از جانب رب العالمین است. چرا ما باید به کرونا چنان نگاه بکنیم که بله کسی که وفات کرده است، کسی که مرده، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، دور از رویتان، مانند که کافر از دنیا رفته باشد. هر کدام ما میگریزیم، هر کدام ما فرار میکنیم. آیا ما مرگی را در پیش رو نداریم؟ آیا ما نمیمیریم؟ آیا مرگ را در پیش رو نداریم؟ آیا نمیخواهید کسی جنازه خودتان را بخواند؟ آیا نمیخواهید کسی در فاتحه خودتان بیاید؟ آیا نمیخواهید کسی به بازماندگان تسلی بدهد؟ هر قسمی که با بازماندگان دیگران رفتار کردید الله با بازماندگان تو رفتار خواهد کرد. هر قسمی که با جنازه دیگران رفتار کرده اید الله با جنازه تو و اقربای تو رفتار خواهد کرد. پس بیا عزیز من، قلب شکسته را به دست بیاور. أينما كنا